اصلاح اشتباه‌های سال گذشته به بناکاران آلمانی امکان می‌دهد که قصر بزرگترین را از ریگ بنیاد کنند. سال گذشته تلاش آنها برای شکستن رکورد گینس ناکام شد، اما این دفعه نقاشان اطمینان دارند که به مقصدشان می‌رسند. دستاورد فعلی از استادان هندوستان است. بلندی قلعه بنیاد کرده آنها 14 متر و 84 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. سال گذشته آلمانی‌ها قصر خود را تا 14 متر و 15 سانتی متر رساندند و آن می‌توانست رکوردی باشد. ولی هیئت کمیسیون آن را قبول نکرد، زیرا قسمت از قلعه هنگام انجام ساختمان چپه شد. داوران نتوانستند باوری حاصل کنند که ریگ قلب‌های چوبی را زیر نکرده است. رهبر نقاشان میگوید به هنگام ساختمان این قلب‌ها مهمند. ما از چوب قوطی می‌سازیم و آن را با ریگ پر می‌کنیم. بعداً ریگ را تر می‌کنیم و با واسطه اسباب مخصوص فشار می‌دهیم. در نتیجه ریگ سخت می‌شود. بعداً ما قوطی را می‌برداریم و از ریگ خشت شده مساله ساختمان را آماده می‌کنیم. لیندل میگوید طبق طلبات آزمون برای بنیاد قصر باید تنها از آب و ریگ استفاده شود و آن هم نه از ریگی که در ساحل هاست، بلکه ریگی مخصوص که به نهایت خرد است. حجم یک دانه آن نه بیشتر از 1 میلیمتر مربع را تشکیل می‌دهد. آزمون تا آخر آگوست ادامه می‌کند و قصر بنیاد شده 1 سپتامبر برای بهاگذاری به داوران پیشنهاد می‌گردد.